سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. داشتم به مفهوم انسان فکر میکردم. من عرفان ترابیم و خیلی خوشحالم که دارید صدای من رو میشنوید. عرض کردم داشتم به مفهوم انسان فکر میکردم، مفهومی که خیلی وقتا برای من مورد سوال قرار میگیره، به خاطر اینکه وجه تمایز بین انسان و حیوان رو من خیلی مورد سوال قرار میدم. خیلی وقتا میخوام بدونم که با وجود این همه شباهت که حالا خدمت شما عرض میکنم بین ما و بقیه موجودات، به راستی چه چیزی اون در واقع عامل تفاوت بوده؟ توی این صحبت کوتاه خواستم نظری رو با شما در میون بذارم که شنیدنش خالی از لطف نیست. احساس میکنم انسان به واسطه توانایی ادراک خودش یا چیزی که به نام خودآگاهی میشناسیم تبدیل به انسان شد. فارغ از تمامی تاریخ کهن و قطعاً غنی فلسفه و علم و مذهب که پاسخی درباره مفهوم انسان دادن، خودآگاهی من باعث اثبات این موضوع بر ما میشه و شاید همه چیز و به احتمال زیاد همه چیز از جایی شروع شد که ما دیدیم کسی در ما در حال سخن گفتنه، کسی در ما در حال عمله و از اونجا بود که انسان به این معنا انسان شد. انسان آیا زاده دیدن است یا خیر؟ این سوالی است که بعد از طرح فرضیه این چنین به ذهن میرسد و به نظر آنچه که دیده میشه، آنچه که به نظر میرسه. بله، خوشحالم که این فرصت پیش اومد با شما صحبت کردم. امیدوارم آن کسی رو که در حال دیدن این ویدیوست ببینید. خدا نگهدار.